حرف اول ما خدمت جوانای گرامی و عزیز ای است که اگر گویی که بتوانم قدم درنی که بتوانی، اگر اراده کردین تصمیم گرفتین که من میخوایم پیشرفت بکنم، مسیر ترقی و تعالی را بپویم و قله های موفقیت فتح بکنم، اگر با این آرمان حرکت کردین کمترین تردید وجود نداره که شما موفق میشین. اگر گویی که بتوانم قدم درنی که بتوانی و اگر گویی که نتوانم برو بینشین که نتوانی. اگر گفتیم که ما نمیتونیم از ما چیزی جور نمیشه، متاسفانه تذکری را که از اکثر جوانا من میشنم بعضی وقتا این است که میگم من یاد نمیگیرم، انگلیسی خیلی دشوار است، ریاضی را برای من ناممکن است. این تلقینات منفی موجب عظیم میشه که ما در زندگی خود حقیقتا افت بکنیم. مورد دوم را که ما میخوایم خدمت جوانای عزیز بسیار فشرده و کوتاه عرض بکنم این است: آب ایستاده همیشه میگنده. آب که ایستا باشه موجب عظیم میشه که آب خراب شود. آبی که پویاس و حرکت داره او آب همیشه تازه است. اقبال لاهوری میگه ساحل افتاده گفت گرچه بس زیستم، ایج نه معلوم شد آه که من چیستم. موج ز خود رفته تند خرامید و گفت استم اگر میروم گر نروم نیستم. حرکت ما و شما موجب حیات ماست، پیشرفت ما و شما بسته به حرکت ماست. اگر تلاش بکنیم و کوشش بکنیم، زحمت بکشیم، در جهت ترقی و تعالی سنگ بناهای استوار و متین بگذاریم، شک نکنین که شهر ما و کشور ما شاید پیروزی و موفقیت های بسیار بزرگ میشه. و مورد اخیر و تذکر سومی و خدمت تمام حاضرین گرامی و برای خودم ای است که جوانای عزیز، مسئولین محترمی که در این محضر حضور دارن، محسن سفیدا، خواهرای گرامی، من خدمت تمام عزیزا قول یک متفکر خیلی بزرگ نقل میکنم، یک متفکر خیلی معروف از چهره های نخبه و توانایی که در حوزه روشنگری نام خیلی بلند داره به نام دکارت. او آدم میگه من یک روز از خود سوال کردم که 30 سال پیش کجا بودی؟ میگه خودم برای خود پاسخ دادم که 30 سال پیش نبودی. مجددا از خود سوال کردم که 30 سال بعد باز کجاستی؟ میگه پیام از درون دل ما بلند شد و به گوشم طنین انداخت که 30 سال بعد باز نیستی. دوستای عزیز و گرامی ما به قول عراقی که میگه روزها فکر من این است و اما شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشترم. از کجا آمدنم بهر چی بود و کجا میبری آخر ننمایی وطنم. ما از کجا آمدیم، مقصد ما چی بوده و بالاخره پس به کجا میریم. شاید 50-60 سال یا 70 سال بعد در زیر تالار یا در زیر تالار بزرگتر که آسمان آبی نامیده میشه از ما و شما کسی نباشه. نام از خیش در جهان بگذار، زندگی از برای مردن نیست. امروزی آموزشگاه موفق شده که نام نیکوی خلق بکنه، دانش آموزایی را به جامعه تقدیم بکنه. کسایی که توانایی تکلم به یک زبان داره اونا مطمئنن که متفاوت است از کسایی که این توانایی را نداره. من برای جوانای گرامی توصیه میکنم و این توصیه نه تنها یک توصیه عصری و مدرن و به اصطلاح بروز و اپدیت است، بلکه یک توصیه دینی رام است که شما برین لسان یاد بگیرین، زبان بیاموزین، ریاضیات به شکل جدی و درستش فرا بگیرین. از عزیزای گرامی و از جوانای تقاضا دارم که فرصت‌های خیلی استثنایی زندگی را صرف امور بیهوده و باطل نسازین. سعی کنین که درس بخوانین و زحمت بکشین و تلاش بکنین و کوشش بکنین و موفقیت خود ما برای خود ما رقم بزنیم. جوانای گرامی، خواهرها و برادرای عزیز، تا زمانی که آستین امت بر نزنیم و در جهت تعالی و ترقی حرکت نکنیم و مسیر ترقی را و پیشرفت در جامعه خود ما هموار نسازیم، انتظار ازیر از بیگانه ها داشتن انتظار نابخردانه و جاهلانه است. مطمئن باشین که حتی هیچ همسایه به همسایه دل نمیسوزانه. تا زمانی که ما و شما تلاش نکنیم، کوشش نکنیم و زحمت نکشیم، مطمئن باشیم که
از این کاروان پیشرفت و ترقی و تعالی که بشر امروز، بشر نه تنها مدرن که بشر پست مدرن رو تجربه میکنه، از این کاروان عقب میمانیم. ما از آموزشگاه، از شخص مدیر صاحب آموزشگاه، از اساتید گرامی و